سلام به دانش آموزان عزیز، آقا پسرها و دختر خانمای گل. ما در این جلسه با فصل جدیدی از کتابمون آشنا میشیم. فصل دوم، دانایی و هوشیاری، که ما در این جلسه درس سوممون رو با هم دیگه میخونیم. دانش آموزان عزیز، در این درس واژه‌های جدید رو برای شما مشخص می‌کنم که شما این واژه‌های جدید رو از قسمت واژه‌نامه کتاب پیدا کرده و هم معنی این واژه‌ها رو کامل یاد بگیرید. در زمان قدیم پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت و پیوسته به قصد شکار اسب میتاخت و کمند در گردن حیوانات میانداخت. این پادشاه بازی داشت که به یک پرواز پرندگان را از آسمان فرود میآورد. شاه این باز را بسیار دوست داشت و او را به دست خود تربیت میکرد. اتفاقاً ملک روزی آن باز را بر دست گرفته به شکار رفته بود. آهویی از پیش او گذشت و ملک از شدت خوشحالی به دنبال او تاخت و آهو را نیافت و از همراهان جدا افتاد و برخی از همراهان نیز در پی او میتاختند. اما ملک چنان تند میراند که باد به گرد او نمیرسید. در این حال تشنگی بر او چیره شد. مرکب را به هر طرف میتاخت و دشت و صحرا میپیمود تا به دامان کوهی رسید و دید که از بالای آن آبی زلال میچکد. ملک جامی که در ترکش داشت بیرون آورد، زیر کوه گرفت و آن آب را که قطره قطره از کوه میچکید در آن جام جمع کرد و خواست که بنوشد. باز پر زد و آب جام را تمام ریخت. پادشاه از آن حرکت آزرده خاطر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا مالامال شد و خواست که به لب رساند. بار دیگر باز حرکتی کرد و آب جام را ریخت. شاه از شدت تشنگی خشمگین شد، باز را بر زمین کوبید و هلاک کرد. در این حال رکابدار شاه رسید و باز را کشته دید و شاه را تشنه یافت. بیدرنگ جام را پاکیزه شست و خواست که به شاه آب دهد. شاه فرمود که من به آن آب زلال که از کوه فرو میچکد میل دارم و مجال این که قطره قطره در جام جمع شود ندارم. تو بالای کوه برو و از منبع این آب جام را پر کن و فرو دار. رکابدار از کوه بالا رفت. چشمه ای دید که آب از آن قطره قطره بیرون می آمد و اژدهایی بر لب آن چشمه مرده و حرارت آفتاب در وی اثر کرده است و آب دهان زهرآلودش با آب چشمه مخلوط می شود و قطره قطره از کوه فرو می چکد. رکابدار سراسیمه از کوه پایین آمد و آنچه را دیده بود به عرض رسانید و جامی آب سرد از ظرفی که همراه داشت به شاه داد. شاه جام آب را بر لب نهاد و اشک از چشم بارید. رکابدار سؤال کرد که چه چیز موجب گریه شما شده است؟ شاه آهی سرد برکشید و قصه باز و ریختن آب جام را به تمامی باز گفت و فرمود که بر مرگ باز افسوس می‌خورم که چنان جانور عزیزی را بیجان کردم. من از این حرکت نامناسب پشیمان گشتم
وقتی که پشیمانی سودی ندارد. بازنویسی از کتاب انوار سهیلی اثر واعظ کاشفی. کمال الدین حسین ابن علی سبزواری معروف به مولانا حسین واعظ کاشفی از سال 840 هجری قمری تا 910 هجری قمری به مدت 70 سال زندگی می کرد. این بزرگ مرد 7 اثر مشهوری داشت که یکی از این اثر مشهور انوار سهیلی بود که شما قسمتی از بازنویسی این کتاب رو در این درس خوندید. امیدوارم که از درس لذت برده باشید. این درس فهمیدیم که باز نماد انسان‌هایی است که هوشیار و آگاه هستند و از حقیقت ماجرا خبر دارند، همانطور که باز پرواز کرده بود و فهمیده بود که چشمه ممکن است سمی باشد. و در مقابل پادشاهی داریم که نماد انسان‌های بیخرد و جاهل و عجول هستند که شاه بدون اینکه به واقعیت موضوع بپردازد با عجله کردن و ناهوشیاری خود کاری کرد که بعداً پشیمانی آن را چشید. درک مطلب شماره 1. با توجه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟ دانش آموزان، شما با ویژگی هایی که پادشاه در این درس ذکر شده بود آشنا شدید. این ویژگی ها رو میتونید در این سوال بنویسید. سوال دوم درک مطلب: به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟ در کتاب مطالعات اجتماعی در مورد تصمیم گیری مطالبی خوندید و با کمک این درسی که خوندید میتونید به این سوال پاسخ بدید. باز از کجا میدانست که آب زهرآلود است؟ میتوانید دلیل آگاهی باز رو در این سوال بنویسید. سوال 4 درک مطلب رو خودتون از متن درس سوالی طرح کرده و جواب آن را نیز بنویسید. دانش زبانی. در سالهای گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی گاهی یک بخش یا هجا دارند. بچه‌های عزیز، به این 4 کلمه که شما دقت می‌کنید می‌بینید که این 4 کلمه هر کدوم از یک بخش تشکیل شدند: گل، دل، رفت، چید. گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش یا هجا دارند، مانند کلمه های 2 بخشی: رفتن، دل دار، گل، کار، که این کلمات 2 بخشی بودند. و همچنین کلمات 3 بخشی: رفتنی، دل داری، گل کاری. خواندن کلمه ها و جمله های کوتاه و یک بخشی معمولا مشکلی ندارد، اما در چند بخشی ها تشخیص شکل درست خواندن دشوار است. به نمونه زیر توجه کنید. ما در این درس با پرنده‌ای به نام باز آشنا شدیم که در اینجا نمونه اون رو برای شما آورده. شاه بازی داشت. بازی در اینجا ممکنه معنی متفاوتی داشته باشه که اینجا شما میبینید که بازی رو به 2 صورت معنی کرده. بازی به معنای ورزش، مسابقه، یا بازی به معنای یک باز، پرنده‌ای شکاری.
پس بچه ها ما امروز در این درس در مورد کلمات چند بخشی آشنا شدیم که ممکنه معانی مختلفی با توجه به متن یا جمله داشته باشه. بچه‌های عزیز امیدوارم درس جدیدمون رو کامل یاد گرفته باشید. خسته نباشید. خدا نگهدار.